متگالای امسال ترکونده و با یه تم خیلی خاص اومده. سوپر فاین تیلرینگ بلک استایل، یه ادای احترام به استایل و هویتی که توسط جامعه سیاه‌پوستا ساخته شد. یعنی قراره که یه ترکیب از هنر و هویت سیاه‌پوستا رو با هم ببینیم. این تم الهام گرفته از کتاب Slaves to Fashion هستش که در مورد داندیسم یا داندیگرایی هستش. داندیگرا کسیه که به خلاقیت، هنر و متفاوت بودن، شیک بودن و ظرافتش خیلی اهمیت میده. دندی هم به کسی گفته میشه که ظاهرش خیلی براش مهمه و از استایلش میتونه به عنوان یک اعتراض و یه جور بیانیه برای هویتش استفاده کنه. سیاه‌پوستا با داندیگرایی خودشون رو از کلیشه نژاد پرستی جدا میکردن. میزبانای امسال خیلی خفنن. فارل ویلیامز، ایسپ راکی و لوئیس همیلتون، البته که آنا وینتور هستش. همگی منتظر یه فرش قرمز تاریخی هستیم.